بچه چطوری؟ من امیر سرخان، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز اومدیم که با هم دیگه بریم و با هم دیگه چند تا از سریای ماینکرافت رو شروع کنیم که خیلی بنظرم حال دادن. ولی این اولین سری ماینکرافت همه که خیلی هم اصرار داشتیم بریم که الان من یه سرور عادی میذاریم. بچه هاردکوره و این سری هاردکور هستش، چون که بجز هاردکور چون که سخت ترینش هست گفتم این هاردکور رو گفتم بذارم براتون. شرایط رو قبول میکنیم که برو بریم این هاردکوره. امروز که پورت اول هست و اگه مردیم من نمیدونم چی کار کنم. شاید برسر هکر سرور هک بشه اگه خیلی زیاد بمونیم، یا شاید هم بمیریم. خب سری های کامپیوتر هم براتون میذارم، فقط برای دوست مایی شما صبر کنید تا من کامپیوتر رو دوباره لودش کنم، چون که مانیتورش خراب شده. به خاطر همین من باید یه لپتاپ کامپیوتر رو درست بگیرم. به خاطر همینم میخوام شما منو ساب کنید و لایک هم همه ویدیو بکنید. 50 تا سابسکرایب بهمون برسه ویدیو زنده شروع میشه. آره خب سری سروای من نمیدونم چه سری سروایوالیه، که من باید اینطوری شروع کنم، اونم داخل دریا. عجیبه، شهر عجیبیه. خب این چوبا رو بکنم، من مجبورم صفم رو بردارم چون که اینجا میاد دستم رو دوربین، به خاطر مجبوریم که عکس رو برداریم. خب حالا یکم بهتر شد. نه شما صفحه اذیت میشین، نه من اذیت میشم. سری هاردکور اگه بخواد همین الان بمیره، من 10 تا شنا همین الان میرم. خب زیرابی و من سری های دیگه رو میخوایم با دوستامون بریم. حالا معلوم نیست که باشن اینجا. احیانا خونه علیویچ هست. علیویچ ها میفهمید، کسایی که ماینکرافت زیاد بازی میکنن خونه علیویچ رو یادشون میاد. بعد هم اینجا بگم دوباره خونه علیویچ بره قبلش. اینو تبدیل کنم. خب نکنم الان من یه 4 تا از این بر میدارم تبدیل میکنم. اینو میذاریم اینجا، دوباره 4 تا. نکن خیلی آسونه این کارا. اولش باید یه کلنگ بسازیم، بعدش با سنگایی که جمع آوری میکنیم یه چیز بگیریم. خب حالا میایم اینو میکنیم، قبلش اینو بذاریم اینجا، بعدش بکنیم که داخل صف اینوانتاریامون پر بشه. این گاوا رو من بکشم چون گاو خیلی نیازمونه. وای بیا اینجا دیگه، نمیمیره. چه چرمی نداد؟ من مرغ زیاد نظر نیست. برو بریم اینجا خونه علیویچ پیدا نمیشه مثل اینه که. آره برو بریم خونه علیویچ رو پیدا نکردیم، ولی خب سری ماینکرافتمون رو هنوز ادامه بدیم. اونم هاردکور، بمیری بدبختیم. هدفمون اینه که ماینکرافت رو تمومش کنیم. بچه این هدف من همیشه بوده که ماینکرافت رو تموم کنیم، ولی هیچ وقت پیروز نشد. امیدوارم که این بار پیروز بشه.
شما هم دعا کنید برو بریم از این طرف. یکی اینطوری میزنیم، یکی اینطوری، یکی اینطوری. بچه ابوالفضل فصل هم داخل یوتیوب سابسکرایب کنید چون که ویدیو خفنی گذاشته براتون و منم از نزدیکان ابوالفضل فصل هستم و اومدم یه توضیحاتی بدم بهتون که اون کو به نظرم داخل دایمند باشه. البته قبلش باید آهن پیدا کنم. ای کاش بتونم یکم آیرون پیدا کنم از یه جایی. شویه که نیاز دارم. اینم شویه که اینا رو بکنم. شویه که اینا رو بکن. آب نازم اینا رو هم بکن. نیازات ویژه همیشه شویه که اینه برای ساختن برگه. حالا بگتون بگم برگه برای چی مونه. نقشه درست کنیم و بریم دنبال گنج و قلب دریای ماینکرافت رو درست کنیم. آره برو بریم. شویکینای زیادی میخوام جمع کنم و برام 29 تا شویکین، 33 تا شویکین. خوش خب برو بریم بالا. اوی خب برو بریم. ولی چون که من امیر پارکوری اسممه میخوام یه کارایی بکنم. با این دوتا راحت میشه پارکور زد. نه میدونی خیلی زدم روش. برو بریم. اوه بچه خیلی اصلا سخته با اینا بخوای پارکور کنی. خب اینم که کار آسونیه، خیلی آسونه، فقط یکم تعادل نیاز داره. بله اومدم بالا. دیگه کسی دیگه نیست اینجا و منم بسیار گرسنه هستم. گوساله چطوری داشتی خودم؟ بعد داشته چاکره داشت سیاه. بیا برو ببین بابا. ای خدایا اصلا صدای ماینکرافت رو من یکم اذیت کنم. یه دقیقه صدای ماینکرافت رو یکم زیاد کنم یک کوچولو که شما هم اذیت نشید چون که من میکروفون ندارم. خوبه دیگه الان صدای بازی عادیه. خب برو بریم. سری های چیزم براتون میذارم قراره که بهتر کنیم و هر بازی که دلتون بخواد میذارم. حتی داخل کامپیوترم من میخوام یه شبیه ساز بریزم که خیلی معروفه اون شبیه ساز. به خاطر همین میخوایم با یه شبیه ساز فری فایر و کال آف و اینا هم داخل کامپیوتر بازی کنیم. بله سنگار من بکنم و یه دقیقه اینو بذار اینجا. من شویکینا رو بذارم چون کاری که چیز کنی اذیت نشه. خب شویکینا اون یکی رو هم میذارم چون که میخوام باش برگ درست کنم. چون که منم برگ زیاد بلد نیستم اینطوری درستشون میکنم. حالا این اینطوری میسازمش. اینا هم من میذارم. خب اینو بکن یا نه نکن وایسا تو من فعلا سنگا رو بکنم. خب اینا رو برداشت کردم و یه دونم بیشتر نمیشه ازش درسته. خب کلنگ درسته. خب 1 2 3 اینم از آخریش که سنگمون دیگه کلا تموم بشه. خب اینم آخریش سنگمون کلا تموم شد. با این کلنگم دیگه خیلی کار بکنم که بخوایم برگه درست کنیم، برگه بزرگ درست کنیم. چی میگم؟ آره برو بریم که زیاد برگه سازی بکنیم
و این سری هم که بهترین سریه، چون که من برای اولین بار دارم بخواه کانالم ویدیو درست میکنم برای شما و امیدوارم که یوتیوب بهم گیر زیاد نده. برو بریم. خب اینجا این رو میذاریم به جای گیر. اول باید بریم یه جایی که ارتفاع خوب باشه، اصلا ربطی به ارتفاع نداره. من این که بعد وقتا شرمه میگم چون خیلی به خودتون جدی نگیر. خب برو بریم بالا 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 بالا. این منطقیه. اینجا چون که ما خودمون میریم شمال، هر وقت میریم بالای برف زیاده، یعنی برف رو جمع کرده. کسی راستی رو هم بگیم کسی تاره هست رفت باشن به برف از نزدیک دیده باشن خیلی کامنت برام بنویسید. ذوق دارم بدونم کیا رفتن شمال. خب البته شمال برف نمیاد زیاد، اما اصلا برف داخل شمال فکر نکنم باشه. اونجایی که من رفته بودم به نظرم سپیدان بود. کیا رفتن سپیدان؟ کامنت ها بنویسید. وای باید با اینا یه دونه ترش درست کنم که یه دونه برگه میتونم درست کنم. خب وای خیلی خورد کردم. خب حالا که اینو گذاشتم وای نیفتم و اینو میذاریم اینجا باشه غذا درست میکنم. وای بدبخت شدم من اصلا. من نمیدونم این چه سری مسخره ایه. غذا رو بخور اچ پی بگیریم. از طرف ایانا ماوا میان. این راه رو مسدودش کنم. این رو میکنیم. اینجا اسکلتون نیست خدا رو شکر. خب اینا رو بالا بره. خب من یه دونه چراغ ترش اینجا بذاریم دیگه. کسی داخل مایکرافت نمیگه چرا. من رو به زبون خود بازی میگن تورچ. آره فقط کسایی که نوب مایکرافتن میگن چراغ. شما همه تون به نظرم میگین تورچ، چون که اسم اصلی تورچ های داخل مایکرافت تورچه، یعنی تورچه. خب عزیزان الان من باید چیکار کنم اینجا؟ این خاک ها رو من بکنم برم بالا. میرم بالا که یه چیزایی بالاخره بفهمم ببینم کجا هست. What the hell؟ اون کسی نمیدونم. غلط کردم تو جون مادر منو بزن. سری هاردکور بود. ای خدایا این سری خیلی بد تموم شد. میدونین این سری چون که هاردکور بود 30-40 بود، یعنی خیلی سخت و خودم خیلی مشکل داشتم. نمیدونم چرا 30-40 کردم این سری هاردکور. دیلیتش کن بره بابا. خب حالا چیکار کنم به نظرتون؟ اگه نظری دارید بگی من چیکار کنم؟ الان من خیلی واقعی چیکار کنم؟ داخل کامنتا بنویسید اولی سری چی شد. من مایکرافت پلیر نیستم بچه‌ها. مایکرافت زیاد گیم نمیزنم. من گیم های تفنگی رو بیشتر از همه گیم میزنم.
و تا ویدیوی بعدی و روز بعدی خدا